2024 هم تموم شد و کشورها مدالاشون رو به خونه بردن، اما حرف و حدیث استایلاژ هنوزم ادامه داره. اکثر کشورها برای ادای احترام به فرهنگشون لباسای الهام گرفته از سنت‌هاشون رو میپوشن. پس بریم بهترین لباسای افتتاحی المپیک 2024 رو ببینیم. اولین لیستم مغولستانه که خیلی مورد تحسین قرار گرفت. آبی و قرمز و طلایی پرچم رو توی لباسا به صورت غیر مستقیم میبینیم. نمادهای فرهنگی کشورشون هم به زیبایی و ظرافت گلدوزی شده. کشورهایی مثل جمهوری چک، ایرلند، مکزیک و ترکیه هم عالی کار کردن و باعث شدن که دنیا تحت تاثیر قرار بگیره. حتی هایتی کشور کوچیک تو دریای کارائیبه که برای طراحی لباسشون از نقاشی یکی از هنرمنداشون الهام گرفتن. در آخر بگم